یه مقطعی یک دو قطبی اشتباه تو کشور راه انداختن، دو قطبی اقتصاد، امنیت. به واسطه اون دو قطبی خائنانه ما قدرت منطقه‌ایمون تضعیف شد. امروز این بلا بر سر کشور اومد، این ناامنی، این خسارت ها، این عزیزانی که از دست دادیم. مراقب باشیم از یک سوراخ دوبار گزیده نشیم. امروز دوباره دارن یک دو قطبی دیگه برای ما ایجاد میکنن، دو قطبی حجاب امنیت. آقا الان اولویت روز جامعه مشکل جنگه، چیه گیر دادید به مسئله حجاب؟ شک نکن اینهایی که امروز مسئله حجاب رو سبک میشمارند دارن میگن آقا ول کن، موضوعات مهمتر رو بچسب. اینها یا عامل دشمنن یا آدمای غافلین که دوباره میخوان همون بلایی که تو ماجرای سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن، اونجا سر ما آوردن، اینجا هم سر ما بیارن. بیانیه وزیران خارجه 5 کشور اروپایی، همون کشورهای اروپایی که در ماجرای این جنگ با تمام امکانات کنار رژیم صهیونیستی ایستادن برای قتل عام مردم ایران. اینی که عامل اون جنایت بود داره چی میگه؟ دولت پزشکیان حجاب اجباری را لغو کند. تو نگران مسئله حجاب و آزادی و زنان ایرانی؟ خیلی واضحه. اگر دشمن بتونه به لحاظ نظامی ما رو نابود میکنه، نتونه جنگ نظامی، میره سراغ جنگ فرهنگی. همون قاتل مردم ایران امروز میگه نه به حجاب در ایران. دوزاری کج عده چرا راست نمیشه؟ چرا متوجه نمیشن؟ همین نتانیاهو قاتل مردم ایران. ما باید از زنان شجاع ایرانی دفاع بکنیم تو مسئله برداشتن حجاب. زن، زندگی، آزادی. این حجاب چیه که قاتل مردم ایران دست گذاشته روش؟ درست فردای بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، رژیم صهیونیستی کودک کش جنایتکار چی میگه؟ انعکاس خبر پیروزی مسعود پزشکیان در رسانه‌های اسرائیل. آیا سختگیری ها در مورد حجاب کاهش پیدا می‌کند؟ به تو چه؟ رژیم صهیونیستی چرا نگران مسئله قانون حجاب در ایرانه؟ برخلاف یه عده غافل در ایران که آقا این همه مسئله مهم داریم، بند کن حجاب چیه گیر دادید به حجاب، برو اونها رو بچسب. دشمن خوب میدونه رو چی دست بگذاره تا به ما ضربه بزنه، ضربه‌ای که دیگه نتونیم بلند بشیم. مراقب باش تو اینجا دیگه ضربه نخوریم. اولویت امروز ما جنگ است. خب آقا همونی که این جنگو به ما تحمیل کرد امروز داره میگه نه به حجاب. چرا نمیفهمن یه عده‌ای؟ همون قاتل زنان ایرانی امروز داره میگه نه به حجاب زن ایرانی. شهید همت خیلی جمله زیبا و تأمل برانگیزی داره، میگه هرگاه در جبهه نبرد با دشمن راه رو گم کردی، ببین توپخونه دشمن کجا رو هدف قرار داده، اونجا جبهه خودیه. امروز همون قاتل مردم ایران تو اون 12 روز دست گذاشته رو مسئله حجاب. بعد من بیام ادای روشنفکرها رو در بیارم آقا مسئله حجاب موضوع دست چندم است، اولویت ما نیست. غفلت بکنی ضربه میخوری، بعد ضربه میخوری و ضربه‌ای که از جنگ فرهنگی میخوریم قطعاً آسیبش بیشتر از جنگ نظامیه.